گوگوش یا داریوش؟ سیاوش کچلوار سفید پوشیده بود. تمام کچلوارش از یه نصف کچلوار شد خال. 2 سال من نستم کار کنم دیگه. چونه منو شکوندن. ما تلفن کردیم به پلیس که پلیس بیاد بگه چون دستای دختر من کبود بود و گردن پسرم. دست به هیچی هم نذاشتیم. خیالتون رو یکی از دوستام این کارم کردم. شهرام شب‌بره. به چنل خودمونی خودتون خیلی خوش اومدید. مهمون این هفته من یه ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده قدیمی محبوبیه که از سال 2001 جیمبی تو دستشه و همه رو داره میرقصونه. پیروز عزیز. درود بر شما. مرسی عزیزم. چه اینتروداکشن قشنگی بود. آره من این جیبه از دیروز ذوقشو داشتم. واقعا خسته نباشیم. پرواز طولانی هم تو راه داشتیم. بله بنده از ساعت 6:30 صبح بیدارم. الان به وقت ساعت بنده الان 10 دقیقه به 10. اشتباه نکنم تا 1 ساعت پیش همچنان توی هواپیما بودن. یعنی من داغ آوردمشون برای مصاحبه. دست گل شما واقعا. شما لطف کردین. اتفاقا برای قشنگی کردین که با هم نشستیم داریم صحبت می‌کنیم. عزیزم ما که از حضورتون لذت می‌بریم. برای دهه 60 شما واقعا یعنی به جرئت میتونم بگم که نوستالژی ترین آهنگا رو برای دهه 60 رقم زدین. زمان بلکت رو میگین. زمان بلکت و حتی بعدش که بعد 12 سال اومدیم بیرون آهنگ جیمبی و آهنگ جیمبی تو آلبوم دومم بود. خودتون دیگه اونجا داشتین کار آلبوم مستقل اولم من به تاریخ فارسی من 1999 من آلبوم عشق نو رو دادم و جیمبی تو آلبوم بعدی بود. من یه خاطره دارم فکر کنم 7-8 سالم بود آهنگ بیبی جون همش هم انگلیسی بود یه تیکه های فارسی میخوندین. فکر کنم اولین کسی بود که درسته ترکیب انگلیسی و فارسی با هم توی آهنگش نبودین؟ کی بوده اولی؟ حالا جالب اینجا که اینو شما میگی ایرانیان عزیز همیشه اولین نفرین که یه کاری کردن. بله وقتی من این جوابو میدم همه شوک میشن که چرا من جواب درست دارم میدم. آقای ضیای آتابای موقعی که من فکر کنم 8-9 سالم بود یه آهنگ خوندم به اسم رینگو. اولین کسی که فینگلیشو نه خب دوست دارم که همه بدونن که اولین کسی که این کارو کرد آقای ضیای آتابای بودن که رینگو رفت پر کافه دی چرا همه آفه فینگلیش نوشت. آره چه جالب که گفتین. من اون زمان خیلی بچه بودم و اصلا خب انگلیسی هم که بلد نبودم، فارسی هم به زور حرف می‌زدم تا 7 سالگی، ولی این آهنگو انقدر قشنگ برای خودم از اول تا آخر میخوندم. حالا همه رو هم اشتباه میخوندم. بیبی جونو چون نمیفهمیدم انگلیسی بود. فقط اون یه تیکش که میگفت میپره تو بغل منو میگفت هان میپره بغل تو میگه هانه اون یه تیکه رو خوب میگفتم چون میفهمیدم. بقیه رو برای خودم میخوندم. خب فارسی به زبان فارسی هم خب واژه‌های زیادی توش هست. خیلی بود ولی خب بیشتر همش انگلیسی بود. شما اصلا داستان اینو میدونی حالا که بزرگ شدی ماشاءالله مخاطبا هم بفهمن بالاخره. اولا من هیچ چیزی ندارم به ترانه سرایی و من زبان مادریمو تا کلاس 9 خوندم. هیچ ادعایی به هیچی ندارم ولی خب همونقدر که بلدم اندازه خودم بلدم و نوشتم و ساختم. خونشون بوده. 1985 میشه 62-3 شاید به فارسی چون 57 انقلاب شد دیگه درسته؟ نه 60 بگیم 65-66 من این کار رو اون موقع نوشتم و این کار در اصل بسیار تلخه. بیبی جون؟ بله با اینکه همه دوست دارن باش میرقصن خب ریتمش فانه آپبیته. این داستانیه که دو تا دوست یکی به یکی دیگه داره میگه که این خانمی که شما باشی داره شما در کل دارم میگم سوء استفاده میکنه. چشاتو باز کن عشق کورت کرده. داستان بیبی جون اینه. آهنگ پول هم یه جورایی همین جوری بود. آلبوم پول البته موقع تو بلکت بودین که میگه بابا همه چی واسه پول حرفات واسه خب بله دیگه اونو شهبال جون نوشتن کار شهبال جان شب‌پرست ولی اونم معناش تلخ بود یه جورایی دیگه درسته؟ خب بله دیگه متاسفانه دل ما باشه یه حقیقت تلخیه که همچنان هم هست.
همچنانم هست. نه همیشه ولی خب هست. نه برای همگی، ولی هدف اصلی خیلیا پول نیست. ببینید زمان بلکت، خب دوره بلکت خیلی قدیمی بود. از زمان ایران من یادم با فرهاد جون، من که یادم نیست یعنی اون تایم، ولی میدونم که با فرهاد و آقای ابی بلکت شروع شد اگه اشتباه نکنم. بلکت شما اطلاعات درست به من بدید. 1342 اگه اشتباه نکنم شروع به کار میکنه. داخل ایران مثل که در دیگه. شیراز شروع میکنن. درست. بله. زنده یاد فرهاد مهراد و شهرامجان شب‌پره، ابی جان، مارتیک، آقای شماعی زاده، شهداد روحانی، خیلی‌ها تو این گروه بودن. ولی من اینو میخوام بگم، از زمانی که شما وارد بلکت شدین، بلکت انگار شکوفا شد و خودتون هم با بلکت شکوفا شدین. خب چون تا قبلش بلکت بود ولی کسی اونقدر بلکت رو نمیشناخت. خب چرا؟ ایران خیلی میشناختن بلکت و بیشتر تهران، چون تو کوچینی میخوندن و لایو برنامه زنده برنامه اجرا میکردن. خب زمان نسل آمریکا با ما که شروع شد یه انرژی خاص خودشو داشت، چون من و دیوید و شهبال با هم دیگه 3 تا فکر کنین افکارهای مختلف، کسایی که عاشق موسیقی هستن، این خیلی این کمیستری خوب بود و جواب داد. حالا من یه چیزی هم خواستم بگم که اون زمان که منم بچه با این که سنم کم بود ولی قشنگ متوجه می شدم، اون زمان شما و آقای سیاوش شمس یعنی واقعا خیلی دخترکش بودین، راحت بخوام بدون رو در واسه صحبت کنم، و بسیار بسیار توی تمام خواننده ها یعنی سر زبونا بودین. حالا میخوام یه خاطره برامون تعریف کنین که تا حالا جایی نگفتین از زمانایی که جوان بودین و شیطونی میکردین. حالا جالب که اینو پرسیدی، حالا اینو من برای شما تعریف میکنم. من و سیاوش خیلی سال با هم دوست هستیم. از زمان من یه مدت سندیگو زندگی میکردم. سیاوش 1 سال از من سنش کمتره و ما دوستای خوبی بودیم. حتی یه مدت سیاوشون با من زندگی کرد، داشتن خونهشون رو رنوویت میکردن و اینا. ما با هم خیلی نزدیک بودیم. خب ما خیلی هم دوست داشتیم کلاب بریم. سنمون قانونی نبود، یعنی شما باید 21 باشی که کلاب بری. و فیک آیدی، به فارسی چی بگیم فیک آیدی؟ همه میدونن کارت جعلی. جعلی درست. جعلی داشتیم. یه شب رفتیم کارلسون چارلیز، یه کلاب. اون شب متاسفانه عربا و سیاها دعواشون شد، بزنی شد و شیشه این ور اون ور و خون و خروزی. سیاوش کچلوار سفید پوشیده بود، تمام کچلوارش از یه نصف کچلوار شد خون. خونه کی، خودش یا کسی؟ نه اینا دعوا میکرد. خیلی اصلا یه چیز وحشتناکی بود، خیلی وحشتناک. و ما چند تا دوست دخترامون هم نبودن، دوستامون بودن که با هم بودن. خب ما دوست داشتیم پروتکتشون کنیم. اینجا شروع شد، سریع نارش کردیم. بعد پلیس دنبال کسایی میگن که خونی بدنشون. سیاوش انداختیم تو ماشین و الفرار. اینم خاطری که خاصی بگم. یه خاطره قشنگم حالا از خود گروه بلکت بگین، از همکاریتون. اگه سوتی دادین، نمیدونم سر صحنه اتفاقی افتاده که نباید میافتاده. اتفاقا جالب، من برای شهرام جون این داستانو هفته پیش تعریف کردم. نشسته بودیم خاطره بازی میکردیم. شهرام جون داشت از گذشته‌ام گفت. من زبان فارسیم، خب وقتی من اومدم آمریکا یواش یواش خیلی کمتر فارسی صحبت کردم، بیشتر انگلیسی صحبت کردم و حتی تو مسابقه خجالت میکشم مثلا حرف بزنم فارسی صحبت کنم. شهبا جان یه ترانه نوشت به اسم سر به هوا. من خیلی تمرین میکردم که واژه‌ها رو درست بخونم، ملودی رو درست انجام بدم، چون اون موقع کامپیوتر اینا هم که نبود. نه باید میخوندی، باید درست میخوندی. شهبا جون نوشت لبی مثل لب توپلک من، مزه عسل، شیرینی و قند نداره. این اون زمان خیلی برای من سخت بود. همین الانش تو استودیو این جلوی من بود، از این ور مثلا میکروفون من از این ور، خلاص خوندمش. چند تک چیز کردیم و به شهبا جون گفتم خیلی سخته برای من و عادت ندارم. تو اون سن من همش داشتم انگلیسی صحبت میکردم، مثلا فارسیم خیلی ضعیف شده بود متاسفانه، ولی الان خیلی برام مهمه که زبان مادریمو خوب صحبت کنم. نه ماشاءالله الان از همه بهتر صحبت میکنم. خلاصه رفتیم سان فرانسیسکو کنسرت. بعد من پشت صحنه به شهبا گفتم شهبا جان این هنوز برای من سخته ها، حالا زنده داریم اجرا میکنیم، شما حواست باشه اینو حتما با من بخونی ها، این یه تیکه ها رو. اون دوستانی که صدا برداری میکردن امریکایی هم بودن، اونا دوستای من بودن، چون من زمانی که گروه 6 و 7 داشتم ما اوپنینگ بند بودیم، یعنی گروه 6 و 7 اول برنامه اجرا میکرد، بعد خواننده ها از لس آنجلس میبودن، حالا هر خواننده معروف اون زمان. گفتم شهبا یادت نره ها اینو بخونی با من ها. گفتن اصلا نگران نباش. من از اون صدا بردار خواهش کرده بودم که
برنامه رو برای من ضبط کنه و نشون به اون نشونی که بعدم مثلا یه هفته بعدش که الی بودیم و کاست رو گذاشتیم دور هم نشسته بودیم که گوش کنیم ببینیم چجوری اجرا کردیم، اگه چیزی باید بهتر انجام بشه خب گوش میکنیم که بهتر انجام بدیم کنسرت رو. اونجا من هول شدم، یعنی نخوندم اون یه تیکه رو. شهبالم نخوند. چرا؟ شهبال جان خونده، ولی ببین چی خونده بود. من خوندم لبی مثل لب توپلک، من لبمو تکون دادم، خب که یعنی دارم میخونم که شهبال یعنی کاور کنه. گفت منو کاور میکنه. نگو شهبالم خول کرده. نمیدونم چرا میگم شما خودت در نمیشی قربون شکلی. خونده بوده لبی مثل لب توپلک من شنگلی مسا دنبالی یه چیزایی اینجوری. اینجا من هنوز این کاست رو دارم، البته امریکا دارم، تو خیلی چیزا تو انباریام هست که اصلا چیزا که فکر کنم معنیش مسافر 18 شد اصلا. نه هول شده. نه بعد شما من توقع داری با این فارسی ضعیفم و خودت چرا ترانه رو خودت نوشتی؟ گفت منم هول کردم دیگه. بله لایو بود. کسی به رو خودش رو، یعنی کسی خندید؟ اون زمان همه چی لایو بود عزیز دل. تماشاچی‌ها خندیدن، یعنی متوجه موضوع شدن؟ نه کیشکی نفهمیده بود. ما بعدن که آره پشت سرم ما رفتیم، نه مردم که داشتم کیف می‌کردن میرقصیدن و بعدم متوجه شدیم که اصلا این ترانه یه ترانه جدید داره. خب خودتون همون لحظه چیزی جدیدی رو کردید؟ بله نه خود ترانه سرا. یه چالش یا دارم براتون. یعنی چی چالش یا؟ یعنی که بین دو تا اسم فقط مجاز این که یه دونه‌اش انتخاب کنین، اصلا نمیتونین بگین دو تا یا این یا اون. آره داستان میشه یا. فکر نکنین، توضیح هم ندین، سریع اولین چیزی که به ذهنتون میرسه رو بگین. اوکی چالش دیگه. با آسون شروع میکنیم. شهرت یا جوونی؟ جوونی. پول یا خوانندگی؟ پول. سنتی یا پاپ؟ تقلبام اونجا گذاشتم اونجا دارم میخونم. هیچ اشکال نداره. هایده یا محسی؟ هایده. گوگوش یا داریوش؟ داریوش. شهرام یا شهبال؟ شهرام. امیرقاسمی یا شبخیز؟ شبخیز. چون مستقیما تونتون دارین جواب میدین. شما گفتین بس فکر زیاد نکنم. شماعی زاده یا قمیشی؟ شماعی زاده. لیلا یا شهره؟ معین یا ستار؟ ستار. آفرین خیلی خوب، سریع و تند و واضح گفتین. آخه شما ولی یکیش خیلی سخت بود خداییش. گوگوش یا داریوش. اون خیلی سخت بود. اونو یه ذره دیدی که مکس کردم چون من هر دوشون دوستم. من با این خواننده ها من بهشون میگم یکی دونه. والا ما خودمونم نمیتونیم انتخاب کنیم. اینا یکی دونه های ما هستن. یه سری اسامی که بردی و همشون عزیزم برای ما. یا همشون ترانه هایی دارن که ما باشون زندگی کردیم، چه از بانو هایده، چه بانو محستی، چه از خانم شهره، چه لیلا، چه از خانم بانو گوگوش، داریوش، ابی. اینا همه یکی دونه های ما هستن. ولی که بحث شد به من بگین با معرفت ترین خواننده تو دوستاتون کیه؟ شهرام شب‌بره. شهرامو که میدونیم باهاش رفیق جینگی. شهرام یه نفر دیگر رو بگو. شهره جان شهره‌ام واقعا با اینکه از نزدیک بسیار خوش قلبه. یه چیزایی کارایی کرده که خودش راجبش حرف میزنه ولی ما شنیدیم و قلب ایشون رو نشون میده که چقدر هم با معرفته. ببین یه چیز جالب برات بگم حالا که پرسیدی. خب شهرام جون و شهره جون تاریخچه‌ای دارن، اینا همه با هم دوست بودن دیگه از نوجوانیشون و جوانیشون و اینا. حتی تو موقع دعوا با هم دعوا داشتن، دعوایی که بعداً آشتی میکنن دیگه. همیشه من میگم شهره بسیار با معرفته. تعریف شهره رو از خیلی‌ها شنیدم، از لحاظ با مرام بودن و بسیار با معرفت اصلا دوست داشتنیه. همشون به یک نوع دوست داشتنی هستن. از ایرانی‌ها هم کسی گوش میدین از بچهای نسل جدید این طرف؟ بله با اسامی زیاد خوب نیستم ولی من این جوابو این صحبت قبلا انجام شده و گفتم اینو. شما فکر کنید 85 میلیون جمعیته، 100% خواننده‌های خوب توش هست، 100% ترانه سراهای خوب توش هست، موزیسین‌های فوق‌العاده توش هست. من با اسامی خوب نیستم ولی گوش میکنم. مثلا میتونم اسم ببرم از محمد اصفهانی، یه کار فکر کنم سیاسی هم بود. خیلی خوبی دارن. بسیار جذاب بود، بسیار.
همینجوری مثلا تو ماشین میشینین بیشتر از چه خواننده آهنگ گوش میکنین؟ من تو ماشین هاوس میوزیک گوش میکنم. ایرانی زیاد، فارسی زیاد نه زیاد، ولی نه که گوش نکنم، بالاخره میشنوم. مهمونی داریم، جشن داریم، نه که اصلا گوش نکنم. سریال ایرانی هم میبینی؟ الان یه دفعه به ذهنم رسید سریال ایرانی شهرزاد رو دیدم، خیلی دوست داشتم. من و خانمم خیلی دوست داشتیم. خیلی قشنگ بود، خیلی بسیار قشنگ ایفای نقش کردن، بسیار خوب بود. ولی من این رو هم یه بار جواب دادم، من فیلم های فارسی نمیبینم چون غمم میگیره. آره واقعا. حتی خنده‌داراش، کامدیاش قصم میگیره، چون وقتی که روسری به زور رو سر خانمای ایرانی میبینم، چون من خودم زن دارم، دختر دارم، خواهر دارم، مادر دارم. این من اذیت میکنه، نگاه نمیکنم. چرا نه که نگاه نکنم، خیلی کم. شهرزادم خیلی داستانش غم انگیز و گریه دار بود. ولی ایفای نقششون، اون نقش آفرین. ببینید وقتی شما به نظر من که یه فیلمی دارین نگاه میکنین، تئاتری دارین نگاه میکنین، وقتی که هم میخندونتون، هم گریه‌تون رو در میاره، هم بهتون بازی میکنه، یعنی کارشونو دارن درست انجام میدن. درست. بازیگرای خیلی جذاب شما. بله 100%. حالا اگر برگردیم به دوره جوانی و اون موقع که خب شکوفا شدین، آیا چیز دیگه بوده که مثلا بگین کاش فلان کارو میکردم یا کاش فلان کارو نمیکردم؟ اصلا چیزی مثلا جای حسرتی بوده؟ من کار آرشیتکتی خیلی دوست دارم و انجام میدم. نقش خیلی کشیدم از همون ایران که همون رسم گفتیم بهش. الان هم آرشیتکت میگم ولی رسمم میگم. تو نه خب ما موقع دبیرستان بودیم. من این کارو خیلی دوست دارم. اونم دنبال میکردم چون نگاه میکنم الان مجالای مختلف میکنم، دیزاینای مختلف میکنم، ساختمونا رو نگاه میکنم. بسیار اینو به شخص خودم نمیدونستم راجبش. بسیار جذابه. من خیلی نقشه کشی کردم برای خودم، برای دل خودم. ولی چیز دیگه هم هست که مخاطباتون و طرفداراتون ندونن، مثلا یه چیزی راجب خودتون باشه، حتی میتونه یه عادت باشه، مثلا یه عادتهای عجیبی هر کسی برای خودش داره. من بسیار آدم تمیزی هستم. وسواس دارین؟ یه مدت مریض تمیز بودم، ولی الان خیلی بهتر شدم. خوب شدین. مثلا میگم اگه من مثلا میام منزل شما، بعد داریم رد میشیم، بعد ببینم تابلو دیزاری کجه، این میشه رو اعصابم. وسواس قرینگی داشتیم تا وسواس تمیز. در کل وسواس دارم. ما اینجا رو همه چی تمیز کرد، آب و جارو کردیم، شما داشتیم دست به هیچی هم نذاشتیم. خیالتون راحت. یکی از دوستام این کارم کردن، همه سرشون گرم شد، تابلو یه ذره کج بود. میگم من شنیدم کسایی که وسواس دارن اگر یه پتی بیارن توی خونه از وسواسشون کم میشه. چی بیارن؟ یه حیوانی، سگی. من 2 تا سگ دارم، قربونش کم هم نشد اصلا؟ نه. ولی الان دیگه اوکی دیگه. ولی خب دیگه مثلا میرن بیرون میان، میدونن جفتشون میدونن، از این بیبی وایپ ها دارن، پاشون تمیز میکنن، بعد اجازه دارن بیان تو. جفتشون هم میدونن. عزیزم چه نژادی ان؟ یکیشون مالتیزه، یکیشون شیتسو. ما مصاحبهمون اینجوریه که نمیخوام خیلی سوالی که همه تو هر مصاحبه میکنن بکنیم، بیشتر دوست داریم با خصوصیت و خلق و خوی خود شما آشنا بشیم و مخاطباتون و طرفداراتون. یه چالش دیگه هم دارم که بیشتر آره یا نه، یعنی فقط از خصوصیت خودتون میپرسن بگین آره یا نه. ریسک پذیرین؟ ریسک حساب شده. پس محتاطی. یاد گرفتم که باشم، چون خیلی ضرر دیدم، خیلی اذیت شدم. در کل خوش اخلاقین یا بد اخلاقین؟ من خوش اخلاقم. آشپزی میکنین؟ یاد گرفتم. آیا خسیسین؟ نه اصلا. اهل رقابتین؟ سالم بله. خوشقولین؟ همیشه نه. امروز که خوشقول بودین تقریبا. رفیق بازین؟ دوست خیلی دارم ولی دوست صمیمی فکر کنم انگشتای دستم. خانواده دوستین خیلی؟ 100% بیشک. پس دیگه شیطون هم نیستین دیگه؟ شیطون بودم. پروال ریخته دیگه. گذشت. خب شنیدم یه آهنگ ترکی هم خوندی، قضیهش چی بوده؟ اشکان خشایی، عزیز دلی جوان بسیار خوش‌ذوق و آهنگساز بسیار خوب، باش دارم کار میکنم. یه کار برای من نوشت که اوریجینال هم است، ترکیه، به اسم دوشمه بانا. معنیش چی میشه؟ یعنی منو رها کن. البته من یه قسمتیش هم، یه ورسش هم فارسی نوشتم که دوست داشتم که اگه خب میفهمن که خواننده
ترک نیست. خب 100% من لهجه دارم، ولی دوست داشتم بدونن که خواننده ایرانیه. یه قسمت یه ورسو به فارسی خودم نوشتم و بله یکی دیگه هم دارم، اونم اسمش از دماگوژی، ولی اونو هنوز ضبط نکردم. اون قبلی اومده بیرون کار هنوز؟ ترک رو ریلیز کردیم، ویدیوش هم میخوایم ریلیز کنیم. چند وقت پیش اگه اشتباه نکنم یه ویدیو اومده بود، همه بود، توی ترکیه بود، درگیری شده بود. قضیه چی بود؟ خیلی قضیه طولانیه، ولی متاسفانه ما برای زادروز پسرم ما رفتیم یه کلاب، خیلی هم خوب بود، ولی سکیوریتی گارد اون کلاب تو خیابون به ما حمله کردن. اتفاقا من راجع به این خیلی صحبت کردم و وقتی دادگاه همون تموم بشه، برای اینکه دهن یه سریا رو ببندم چون حرف مفت زیاد زدن خودنمایی کنند، من این ویدیو رو ریلیز خواهم کرد. الان نمیتونم. قشنگ خود ویدیوها داره نشون میده که چه اتفاق افتاده. یه دختر خانوم، بنام چه میگم خانوم، یه دختر روسی که نمیدونم چی زده بود چی نزده بود، ایشون حمله کرد به دختر من. از اونجا داستان شروع میشه. آره، ولی واقعا یک کابوس بود برای من. چون من دو سال من نستم کار کنم دیگه، چونه منو شکوندن. خود سکیوریتی؟ بله. اونی هم که اومدن جدا بکنن که این اتفاق افتاد؟ نه، این اصلا ما بیرون بودیم. حالا ببین این اتفاق افتاده، ما اومدیم بیرون از فضای کلاب، اومدیم بیرون تو خیابونیم. ما تلفن کردیم به پلیس که پلیس بیاد بگه، چون دستای دختر من کبود بود و گردن پسرم، در صورتی که پسر من رفته بود سکیوریتی صدا کرده بود که این دختر دعواشون شده، نرفته وسط، بیاین سوا کنین. اون حالا میگم خیلی پیچیده است داستان، ولی این ویدیو قشنگ نشون میده که چه اتفاق افتاده. بعد تو خیابون به ما حمله کردن، تو خیابون منتظر پلیس بودیم. بعد منتظر پلیس بودیم که پلیس با اینا صحبت کنه که چرا این رفتارو کردین، در صورتی که ما شاکی بودیم از دست این خانم که اومده حمله کرده به دختر من. ویدیو رو هم نشون، ویدیو داره همه رو نشون. کاری قانونی اصولا طول میکشه تا جواب تو ترکیه الان شده 3 سال. ای وای. الان شده 3 سال. انشالله که هر چه زودتر این دادگاه کابوسی بود گذشت. الان خوشحالم که میتونم دوباره کار خودم انجام بدم. از اون خوشحالم. مرسی که پیروز جون با تمام خستگی امروز که پرواز طولانی داشتین اومدین پیش ما و اینکه من از همکلامی با شما واقعا سیر نمیشم. ممنون که تو برنامه من بودین. همینطور بنده. خیلی تشکر ویژه دارم از گروه آردی مدیا، گروه حرفه‌ای آردی مدیا. مثل همیشه لایک و حمایت فراموشتون نشه. بوس تا لایک و حمایت. لایک و حمایت. بوس تا یه مصاحبه دیگه. بهروز جون چی گفتین شما؟ من اسم زندگی قبلیم بهروز بود. بعد نه شما الان گفتین بهروز این کاری کرد. گفتم 2 تا نقطه بهش اضافه کنیم. پیروز جون. حالا اینا رو خدا رو شکر در میارم. نه تو در نیاری بگم بهروز جون. اینا رو در من شما شکایت میکنم. این اتفاقا باید باشه. یه سال دیگه میخواستم بپرسم نازی جون اونجا روم نمیشه ولی راب بشم. نازی هیچ چیزی نیست که راجع من ندونه. خب خدا رو شد. خب خدا شما ریسرچ کردی یا من بهت گفتم؟ اصولا خودشون آقایون میگن، اصلا احتیاجی نداره که سرچ، خودشون میان تعریف میکنن.